فقط 30 ثانیه به من فرصت بده تا بهت بگم سولانا برای پول تله کرده یا میخواد پول دارت کنه. بعد از اون سقوط بزرگ سولانا با یه بازگشت خوب رسیده به یه دیوار مقاومتی $204 ولی نتونسته ازش رد بشه. این نشونه ضعفه. حالا قیمت برگشته روی حمایت مهم $195 و اینجا نقطه تصمیم بازاره. اگه این حمایت از دست بره ما دوباره به سمت دره مرگ یعنی حمایت $185 سقوط میکنیم. اما اگه از همینجا برگرده و دیوار $204 رو بشکنه اولین هدف ما مقاومت $216. ببین خود وکیلی لایک کردن این تحلیل از تو وقت زیادی نمیگیره ولی ما رو کلی جلو میندازه. هر لایک تو باعث کلی دیده شدن ما میشه. کانالم سابسکرایب کن، ما هر روز تحلیل داریم که از تحلیلات جا نمونیم. پس فعلا همه چیز به نبرد بین حمایت 196 و مقاومت $204 بستگی داره. شکست هر کدوم مسیر بعدی رو مشخص میکنه. با احتیاط و بر اساس این خطوط معامله کنید. مراقب سرمایه‌تون باشید.